به نام خداوند مهربان. سلام خدمت شما دوستای عزیز. امید است که جور و صحت و سرحال باشید. بشیر حکیمی هستم. بازم خداوند را سپاسگزارم که به من فرصت داد تا در خدمت شما عزیزای دلم باشم. مهمترین موضوعی که در زندگیمان باید بفهمیم این است که برای چی منظوری خلق شدیم، برای چی هدفی خلق شدیم، واقعا برای انجام چی کاری بر این جهان مادی آمدیم. بیایم استعدادهای خودمان را پیدا کنیم، توانمندیهای خودمان را بدانیم، مهارت‌های لازمی را در زندگیمان یاد بگیریم تا به شکوفایی برسیم. هممون برای ادای مسئولیتی آمدیم، برای انجام کاری آمدیم. پس بیاییم در کنار هم رشد کنیم و مفید واقع شویم و این میتونه خیلی مثمر در زندگی ما واقع شود و بتانیم تأثیر مثبت در زندگی دیگر را بگذاریم.